میخوام موهام حسابی بلند شه. راپونزل زمان عطر از همین الان بشناس. آخه تو که همش موهاتو کوتاه می‌کنی، روزماری زدنت دیگه برای چیه؟ ناچ، این سری فرق میکنه. اگه تو هم مثل من هر سری هر تصمیم میگیری زرد زود میزنی زیرش، این داستانو گوش کن. یه دختری بود به اسم نایا. هر سری که تصمیم گرفت موهاشو بلند کنه، فقط 2 هفته بعد جلو آینه وای میساد و قیچیو برمی داشت و میگفت نه دیگه نمیتونم. به طب موهاشو کوتاه میکرد. حقیقت این بود که نایا ته دلش همیشه میخواست تغییر کنه، ولی از تغییر میترسید. بلند شدن موهاش یه استعاره بود از صبر و ثبات و تعهد، اما اون هر بار با کوتاه کردن موهاش از این ثبات فرار میکرد. یه شب یه اسپری دستش رسید، روش نوشته بود رزماری، برای رشد، نه فقط مو، برای خودت. اون شب تصمیم گرفت فقط یه بار صبر کنه. هر شب رزماریو به کف سرش اسپری میکرد، اما این بار قیچیو هم قایم کرده بود. 2 ماه گذشت، موهاش رشد کرده بودن، بیشتر از همیشه، ولی مهمتر از اون دلش رشد کرده بود. دیگه از تغییر نمیترسی. اگه تو هم قبل از اینکه به رویاهات برسی خودت خرابش میکنی، شاید وقتشه مثل نایا قیچیتو قایم کنی.